مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. چند روزی هستش که یک خبر جنجالی حسابی در فضای مجازی وایرال شده، خصوصا در شبکه اجتماعی توییتر که حسابی فعالیت اونجا سیاسی هستش و خبرم این بود که این زوج یعنی بیتا دریاباری و شاکار بینشپژوه به عنوان یک هنرمند و بیتا دریاباری به عنوان یکی از ثروتمندترین زنان ایرانی رفتن و از این چهره سام رجبی به دلیل تهمت و افترا و ایجاد مزاحمت توی دادگاه شکایت کردن. یک غرامت بیش از 125,000 دلاری براش بریدن و همین قضیه حسابی در فضای مجازی سر و صدا به پا کرده. کلی هم دارن شاکار بینشپژوه و بیتا دریاباری فحش میخورن. ماجرام از این قرار هستش که میگن خانم بیتا دریاباری عضو نایاک هستش، از نایاکیا داره حمایت میکنه، شاکار بینشپژوه چرا سکوت کرده و اینا لابیای جمهوری اسلامی هم دارن از جمهوری اسلامی پول میگیرن. ثروت خانم بیتا دریاباری هم ثروتی هستش که آخوندا بهش دادن. این ادعاییه که اونا میکنن و خلاصه یه عده دارن پشت این سام رجبی سینه میزنن و میگن درود به شرفت که دست همچین افرادی رو کردی. حالا امروز برای شما میخوایم پشت پرده این قضیه رو باز بکنیم، یه سری اسناد رو برای شما افشا بکنیم و از اون طرف شما بگیم که چقدر راحت یه عده افراد با دروغ گفتن، با مظلوم نمایی میتونن افکار عمومی و فضای مجازی رو به هر سمتی که خودشون دوست دارن سوق بدن و هدایت بکنن. کل ماجرا براتون توضیح میدم، یه سری اسناد مدارک هم بهتون نشون میدم و خودتون نتیجه گیری بکنید که اصل ماجرا چی هستش. و اصلا دلیل این که من این ویدیو رو ساختم این موجی بود که توی فضای مجازی علیه شاکار بینشپژوه و خانم بیتا دریاباری اتفاق افتاد و همیشه من سعی میکنم که نگاه هم متفاوت باشه به موضوعات. یعنی اینو هم همیشه من به مخاطبام گفتم، یعنی همیشه اگر دیدید یه موج زیادی از جمعیت یه سمتن، شما شک کنید به موضوع، وایسید سمت دیگه و نگاه کنید. و اگر ما اعتقاد به آزادی بیان و دموکراسی و چیزهای دیگه داشته باشیم، پس خیلی راحت با همون آزادی بیان و دموکراسی میتونیم نظرمون رو بگیم و هر کسی هم که خلاف نظر ما صحبت بکنه میگیم که خب تو داری زر میزنی، چون خودت میگی دموکراسی و آزادی بیان و خودت سکوت کرد. ماجرام از این قرار بود که این چهره سام رجبی که به آقای دوربینی هم معروف هستش، یعنی شما توجه کنید هر جا دوربین هستش، هر جا جمعیتی جمع میشن ایشون هم اونجاست، یعنی داره تنه میزنه به تنه اون آقای دوربینیه بود که اونجا بود. هر جا هم میره تو ازش سوال میپرسن بخشید شما، میگه من قهرمان چند دوره جودو نمیدونم چی اینا بودم، ولی خب حالا مثلا ما تهش رو در آوردیم، حالا خبر رسیدی که حالا مثلا گویا یه سری دوپینگی و این کارا کرده بود و اینا به خاطر همین تیم ملی رفتی که حالا ما کاری نداریم، به هر حال بحث ورزشیشو گذشته. اما خودش معتقده که یک شهروند پرسشگر یکی دیگه هم کنار دستش داره، دوتایی میرن و با این دوربینشون شروع میکنن از افراد پرسشگری کردن، خودشون رو مخالف جمهوری اسلامی و آخوندها میدونن و از اون طرف ایشون تو تیم مسیح علی نژاد هستش و حالا شنیده شده بابت هر تصویری که میگیرن و هر حمله‌ای که میکنن 400 دلار پول میگیرن. البته سند مدرکی براش وجود نداره، ولی خب گفته شده که یه همچین حرکتایی یعنی معاملاتی هم انجام میشه دیگه. یعنی شما دوربین میگیری طرف کسی میگه داداش تو مال جمهوری اسلامی هستی یا نیستی، 400 دلار آب میخوره براشون، دمشون هم. البته خب این شایعه هستش که اتفاق میفته، شایعه هم کنتور نمیندازه. ما ولی سعی میکنیم که تو برنامه پشت پرده با سند و مدرک صحبت بکنیم و البته این صحبتایی هم که میشه رو بهتون بگیم. اما ماجرا از این قرار هستش که این چهره اومد رفت و شاکار بینشپژوه رو توی خیابون هم بعد کنسرت توش چی بود خفتش کرد و گفتش که یه چند تا سوال ما ازت داریم، شما آیا میدونید که همسرتون خانم بیتا دریاباری نمیدونم حامی جمهوری اسلامی و چین و چنان. بریم ویدیو رو حالا ببینیم. و ماجرا از اینجا آغاز شد که به شکایت رسید. حالا نکات خیلی عجیب غریب تری هم بعدش اتفاق افتاد، عجیب غریب تر. آره ببینیم.
خب اینجا با دوربین میرن سمت شاهکار بینش پژوه. این چهره شاهکار بینش پژوه هستش که دوستان با موبایل رفتن پیش ایشون. آقای بینش پژوه. آقای بینش پژوه. آقای بینش پژوه. آقای بینش پژوه. شما میدونید خانومت کمک کرده به نایاک؟ سوال اینه که شما میدونی که خانومت کمک کرده به نایاک. نایاک که میدونید که میگن لابی آخونده و جمهوری اسلامی تو امریکا یه دونه سازمانی هستش که لابی میکرده برای مقام‌های جمهوری اسلامی که دیدار بکنن با مقام‌های امریکایی و این چند ماهه خیلی راجع به نایاک صحبت شده که البته ما هم یه ویدیو توی کانال پشت پرده راجع به نایاک ساختیم و راجع بهشون افشاگری کردیم و کل ماجرای نایاک رو از 0 تا 100 توضیح دادیم. کافیه کلمه نایاک رو توی کانال پشت پرده سرچ کنید خواهید دید. تو کانال یوتیوب اون تلگرامی اون هم همینطور لینک یوتیوبش میاد. آقای بینش پژوه. اطلاع داری شما؟ خانومت این کار کرده؟ میدونی جدیدن هم مد شده دیگه، یعنی یه دونه موبایل میگیرن دستشون و میرن جلوی افراد و سوال میپرسن. اصولا افرادی هم که این کارو میکنن حالا به قول خودشون میگن ما شهرونده عادی هستیم، تکنیکای خبرنگاری رو بلد نیستن، تکنیکای پرسشگری رو بلد نیستن، بسیار ناشیانه، بسیار بیادبانه، همراه با توهین و تهمت و افترا، با لحن ادبیاتی زشت که انگار ارث پدرشون این افراد خوردن، با این لحن از این افراد پرسشگری میکنن و طبیعتاً توفم کف دستشون نمیندازن و با بدترین رفتار ممکن هدایتشون میکنن و برن به سمت خودشون. اینجا هم همینطوری هستش، یعنی یه جوری با یه لحنی دارن سوال میپرسن که مشخص جوابی رو نخواهند گرفت. دارن میمیرن؟ میدونی خانم داره یه کاری کنه سفید کنه؟ چرا ایشی نمیگی؟ آقای بینش پژوه مگه شما نمیگین که نمیخواین جمهوری اسلامی رو؟ آقای بینش پژوه. باشه پارکینگ میمیره. خب اینجا با تصویر شروع میکنن تصویر گرفتن از توی محوطه پارکینگ و جای مختلف و حالا این افراد گویا حالا دارن زنگ میزنن به پلیس یا جای دیگه. پول آخونده رو میخوری؟ پول آخونده خوب بهت ساخته نه؟ پول آخونده خوب بهت ساخته؟ پول آخونده خوب بهت ساخته؟ بله ببینید، اگر شما به عنوان ایرانی هر جای جهان جلوی هر کسی رو بگیری و با همین لحن بگی پول آخونده بهت خوب ساخته، پول آخونده رو داری میخوری، بدون هیچ سند و مدرک، حتی اگه سند و مدرک هم تو جیبت داشته باشی، با همین لحن اگر صحبت بکنی، یعنی طرف همونجا میتونه چک و لقدیت بکنه، همونجا میکنه که 2 تا دندت رو هم بشکونه، 1000 تا کار دیگه هم بکنه. به خاطر اینکه شما با این لحن وقتی میری داره به طرف صحبت میکنه، خب معلومه طرف واکنششون میده، اینجوری موبایلتو میندازه. مگه اینجا چاله میدونه بلند میکنی میری از طرف بدون اجازه و رضایت طرف از طرف فیلم میگیری؟ بدون رضایت فیلم گرفتن و بدون اینکه طرف اصطلاحاً راضی باشه بری فیلم بگیری، خب معلومه این واکنش‌ها رو داره. بعد همین ویدیو رو گذاشتن تو فضای مجازی، حسابی وایرال شد، یه عده اومدن کف زدن درود به سامر رجبی با شرف و درود به رفقاش که دست امثال این افرادی که با جمهوری اسلامی رابطه دادن رو کردن و چین و چنان. نتیجهش چی شد که این زوج، خانم بیتا دریاباری و شاهکار بینش پژوه، اومدن و شکایت کردن از سامر رجبی و همراهانش به جرم تهمت، افترا، ایجاد مزاحمت و چیزهای دیگه که کیسش هم باز هستش، میتونید برید خودتون بخونید. بیش از 125,000 دلار برای اینا پرونده باز کردن توی دادگاه که اینا باید برن و توی دادگاه احتمالاً دفاع بکنن و قطعاً حالا اینجوری که مشخصه محکوم میشن، چون تمام کاری که کردن خلاف بود دیگه. یعنی شما اجازه نداری دوربین برداری بگیری جلوی کسی، حتی اگر طرف مجرم باشه یا جرم مرتکب شده باشه، شما نه قاضی، این بحث اینجاست، شما مگه قاضی، شما مگه بازپرسی، شما مگه مثلا مأمور FBI، شما مگه مأمور اطلاعاتی برمیداری میری جلوی طرف و این کارا رو میکنی؟ بعد این ویدیوها رو برمیداری میبری تو فضای مجازی وایرال میکنی به خیال خودت که داری یه طرح پرسشگری میکنی. اون پرویز پرستویی بود و امثال اونا بودن که حالا دستشون کوتاه بود میخواستن برن ایران از شما شکایت نکنن. میافتید گیر این افراد، ازتون شکایت میکنن، دهنتون رو سرویس میکنن. الان من خیرتون رو میخوام دارم اینو بهتون میگم و بعد از این اتفاقات حالا بذارید رزومه اصلا بدم از این
دو نفر به شما. شاکار بینش‌پژوه که حالا مشخص خواننده و ایناست. خانم بیتا دریاباری که 53 سالشه، آقای شاکار بینش‌پژوه 50 سالشه، 3 سال بزرگتره. 3 بار ازدواج کرده خانم بیتا دریاباری که فکر میکنم سال 2001 بود با این چهره امید کردستانی ازدواج میکنه. آقای خانم بیتا دریاباری با آقای امید کردستانی و حاصل ازدواجشون هم میشه فکر کنم 2 تا بچه، میلان و میشان اگر اشتباه نکنم، خدا، چون من قبلا راجع به زندگی نامه اینا خونده بودم. امید کردستانی میاد و میره توی گوگل و جالبه بدونید که ابداع کننده تبلیغات کلیکی گوگل هست و یکی از کسانی هستش که باعث ثروتمند شدن گوگل شد و جزء توی مجلات امریکا هم تو سال 2008 به عنوان کسی انتخاب شد، به عنوان جزء از 100 نفری انتخاب شد که تونسته تحول بزرگی رو توی قرن ایجاد بکنه و سال 2008-2009 آقای امید کردستانی عاشق همکارش جیزل ایسکاک میشه، اگر اسمش رو اشتباه نکرده باشم، که این جیزل خانم هم که میبینید تصویرشو بعد از اون فامیلی خودش رو به فامیلی کردستانی تغییر میده. امید کردستانی هم خب کرد تبار هستش، تا 13-14 سالگی توی ایران بود و بعد از اون میره امریکا و جزء یکی از مدیران ارشد گوگل انتخاب میشه، همسر سابق خانم بیتا دریاباری. و جالب بدونید که بعد از این که با جیزل آشنا میشه، یعنی این چهره، خب بعد طبیعتا طلاق بگیره که من دیدم توی توییتر و جای دیگه زده بودن از این خانم بیتا دریاباری بترسید، ایشون ثروت همسر اول خودش رو بالا کشیده. نه عزیزان من، در اروپا و امریکا قانونی وجود داره که شما وقتی که جدا میشید، از لحظه ازدواجتون تا لحظه جداییتون، شما هر ثروتی رو که به دست بیارید تقسیم میشه. و امید کردستانی هم به خاطر اینکه مدیر گوگل بوده و درآمد خیلی خوبی داشته و پول خوبی رو به دست آورده بوده، در زمان زندگی مشترکش با خانم بیتا دریاباری ثروتش نصف شده. اینجا ایران نیست که طرف ازدواج بکنه، طلاق بگیره، یه مهریه بگیره بکشه بالا که یه عده شده بیزینسشون ازدواج و طلاق. نه، یه سری قانون ها وجود داره در اروپا و امریکا. خلاصه بگذاریم، امید کردستانی جدا میشه و اون نصف ثروت گوگلش هم میرسه به خانم بیتا دریاباری. بعد از اون میره با رضا ملک ازدواج میکنه. خانم بیتا دریاباری از سال 2009 تا 2016 با رضا ملک بوده و 2018 میاد با شاهکار بینش‌پژوه ازدواج میکنه. از اون طرف ادعای سام رجبی و دوستانشون و فضای مجازی هستش که خانم بیتا دریاباری اسپانسر یعنی حامی‌های مالی نایاک بوده، اما اسنادی که ما داریم میبینیم این هستش که خانم بیتا دریاباری سال 2016، یعنی درست زمانی که اصلا شاهکار بینش‌پژوه توی زندگی خانم بیتا دریاباری نبوده، به عنوان یکی از کسانی بودی که اسپانسر بوده. ببینید حتی نوشته شده که کلمه خانم بیتا دریاباری اسپانسر بوده برای نایاک و اینجا هم اسمش به عنوان اسپانسرهای اصطلاحاً نایاک دیده میشه. میدونید معمولا هم وقتی که یه همچین مراسمای برگزار میشه، اونایی که میخوان اسپانسر بشن و اسپانسر بگیرن میرن و اصلا صحبت ها رو میکنن. و خود خانم بیتا دریاباری جالب بدونید که یکی از کسایی بوده که اصلا به خاطر موضوع حجاب و چیزهای مختلفی که براش اتفاق افتاده، که ایشون هم متولد 1948 هستن و همون اوایل انقلاب به خاطر موضوع حجاب و اینا از کشور خارج میشه. که چند وقت پیشم یه دونه خواهر داره اگر اشتباه نکنم، رویا، که رفته بوده ایران، چندین ماه ممنوع الخروج بوده توی ایران. نه مال اطلاعاتی بوده که من به دست آوردم و اومده بودن و گفته بودن که آره ایشون اصطلاحاً یکی از مدیران نایاک، نه به عنوان علی اسپانسر رفته بوده اونجا صحبت کرده. و حالا اینها یعنی امثال این سام رجبی اینا میان میگن که آره ایشون یکی از حامی‌های مالی و نمیدونم چیه، میرن شاهکار رو خف میکنن، میگن که زنت اینجا بوده. خب اگر ما بخوایم این موضوع سام رجبی رو رفرنس قرار بدیم،
ببینید سام رفیق جونجونی مسیح النجاده. گفتم بابت هر شعار و ویدیو اینا ممکنه پولی گرفته باشه، ممکنه نگرفته باشه، ما سند و مدرکی نداریم. اما نکته‌ای که وجود داره آقای سام رجبی که اینجوری من دیدم داد میزنی و یقه خودتو جر میدی، ویدیوهات هم هست داری عربده میزنی و اینا. حالا محترم، من یه سوال از شما دارم. شما چرا هیچ وقت از خانم مسیح النژاد راجع به همسرشون سوال نمیپرسید که ایشون هم ارتباط داشته با نایاک؟ شما اینجا این تصویر رو نگاه بکنید، تصویر نگار مرتضوی در کنار برای بچه‌های اصطلاحاً تیم روحانی و باز هم آقای عباس عراقچی است و اینجا ما باز خانم نگار مرتضوی رو میبینیم با همسر مسیح النژاد. شما این حلقه رو تکمیل بکنید متوجه ارتباط نگار مرتضوی که از اعضای اصلی نایاک با عباس عراقچی و تیم روحانی و این بر تصویر آقای کامبیز رو میبینید که نگاه کنید. اینجا هم نوشتن که با آقای روحانی و تیمش رفته بودن و غذا خورده بودن. حالا به این فانده هم میرسیم. سوال من اینجاست، شمایی که دارید و دست افراد رو میکنید چرا یقه مسیح النژاد نمیگیرید و از اینکه ایشون ارتباط داشته و همسرشون با نایاک سوال نمیپرسید؟ یا با ما دعوا نمیشه که واسه یکی دیگه یقه جر بدید داد بزنید ولی واسه یکی دیگه چون براتون نون آب داره سکوت بکنید؟ این هم در نوع خودش جالبه. خلاصه این زوج کوتاه نیومدن و رفتن شکایت کردن. ببینید شما اگه سند و مدرکی داشته باشید بابت اینکه این افراد با جمهوری اسلامی بودن نایاک بودن، باید سند و مدرکتون محکم باشه دیگه. این دو نفر هم رفتن شکایت کردن، بیش از $150,000 سام رجبی و دوستانشون رو مورد هدایت قرار دادن. از اون طرف سام رجبی یه دونه ویدیو توی توییتر منتشر کرد، گدایی الکترونیکی، که آقا ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، اومدن از همون شکایت کردن، پول نداریم فلان اینا. آقا شما یا تخم و مرغشو داری میری یه جایی یه صحبتی میکنی یا نداری. وقتی نداری یا پولشو نداری، چون آقا من توی رسانه پشت پرده بارها ازم شکایت شده، بارها هم رفتم پول وکیل دادم، فقط یه فقرش برای اینترپل من بیش از €50,000 پول دادم. قابل توجه دوستان، برای پرونده اینترپل من بیش از €50,000 پول دادم. بارها توی دادگاه من تو فرانسه برگزار شد تا تونستم اسم خودم از اینترپل در بیارم. با قابل توجه اونایی که میگفتن همین فردین عضو نمیدونم چی و ارتباط داره با جمهوری اسلامی و اینا، من پول دادم رفتم اسم من تو اینترپل در آوردم. از این گدایی‌های اینترنتی هم نکردم آقا من پول ندارم اومدم افشاگری بکنم. از این صحبت تو نداریم ما. ببینیم ویدیوشو ببینیم چی میگه. حالا سلام، لطفاً این ویدیو مهم رو تا آخر ببینید. من سام رجبی، قهرمان جودو و جوجیتسو جهان و ایران هستم. سلام، من علی ابراهیم زاده هستم، یک شهروند پرسشگر. سلام، امین فردین هستم، یک خبرنگار و پرسشگر. تقریبا 2 سالی میشه که در کنار شما عزیزان با کمپین‌های زندگی نرمال و ایجاد شرمساری داریم قدم به قدم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم. تقریبا 6 سالی هستش که در کانال پشت پرده دارم افشا میکنم حقایق زندگی افراد سیاسی، غیر سیاسی، سلبریتی ها و افراد معروف و مشهور و شاخ مجازی و در و داف و چیزهای مختلف و نماینده مجلس و ایکس و وای و زد و شاخهای مجازی و مجری ها و همه فوتبالیستا و بیش از 1000 خورده ویدیو. خب میخوام ببینم چقدر من کارم با اینا شبیه یا مشترکه. من و سام رجبی 2 نفر آدم مستقل هستیم که برای آزادی مردم ایران و همچنین برای ارزش‌هایی چون آزادی بیان داریم می‌جنگیم. من امین فردین به همراه تیم هم با توجه به این آزادی بیانی که شما گفتید از این قانون آزادی بیان داریم استفاده می‌کنیم و افشاگری می‌کنیم تا مردم رو آگاه بکنیم برای ایرانی آزاد. خب بقیه‌اش کمپین ایجاد شرمساری با هدف بالا بردن آگاهی عمومی و بر مبنای پرسشگری از چهره‌ها و فعالین سیاسی و اجتماعی بنا شده. هر جا اسم کمپین میاد، کمپین آزادی‌های یواشکی، ایجاد شرمساری، ایکس و وای و زد، شما بدونید پشتش یه فاند یه پولی از امریکا هست که قراره گرفته بشه. کمپین چهارشنبه‌های سفید، کمپین ایجاد نمیدونم یه فاندی رو میخوان بگیرن، یه پولی رو میخوان از امریکا. وقتی اسم کمپین میاد حواستون باشه. اینو میخوام به شما بگم که
ما میدونیم آقای رجبی پشت پرده چه خبره. خر فرض نکن ما رو. حالا خواستم بگم که فقط بدونی. خب بقیهش از اونها پرسیده میشه که آیا از جمهوری اسلامی، لابی های اون و سیاست های اون حمایت میکنید یا خیر؟ خب به حال ما هم در رسانه‌مون ممکنه که از شماها یه سوالی بپرسیم که آیا شما بابت این کمپین هاتون پولی رو دریافت میکنید یا که خیر؟ آیا بابت عربده ها و ویدیوها و صحبت ها و کارهای مختلفتون از مسیح علی نژاد شما $400 دریافت میکنید یا خیر؟ سوال دیگه. آزادی بیانه، ایجاد نمیدونم مزاحمت هم واسه شما نداره. همون حرف شما رو رفرنس قرار میدیم. خب بقیهش تمام سوالات ما بر اساس شواهد و اسناد غیرقابل انکار که به دستمون رسیده پرسیده میشه. خب تموم شد و رفت. پس شما اگر سوالی میپرسی سند و مدرکش رو داری دیگه استرسی هم نباید داشته باشی. من وقتی افشاگری میکنم سند و مدرک قوی دارم، ویدیو دارم، وایس دارم، سند مکتوب دارم. بنابراین هیچ وقت نمیترسم از اینکه هیچ کسی ازم شکایت بکنه، چون اگه برم تو دادگاه میگم 1 سند، 2 سند، 3 سند، 4 سند، 5 سند، ویدیو، فیلم، صدا، همینجور رو میز قاضی سند میریزم. چقدرم اینجا ریختم به هم. یارو دیگه کرکوپرش میریزه، میگه ای بابا آقا قربون دستت کجا رو من باید امضا کنم رضایت بدم برم. خب مثلا به شما میگم که وقتی یه حرفی میزنی اینجوری باید دستت پر باشه. خب بقیه‌اش و این موقعیت رو در اختیار سوال شوندگان قرار میده که از خودشون و مواضعشون دفاع بکنن. شما چیکاره ای؟ مثلا مفتشی، وکیلی، وصی، قاضی، کی که مثلا طرف بیاد جلوی تو از خودش دفاع بکنه؟ خب معمولا طرف نمیاد دفاع بکنه. یعنی شما جفت پوچ از همین اولش داری بازی میکنی. هیچ وقت طرف نمیاد از خودش دفاع بکنه چون تو رو در جایگاهی نمیدونه که بخواد بیاد جواب بده. اینو دارم منطقی میگم و این رفاقتانه و دوستانه دارم بهت میگم و جدی ها. داری آب تو آون میکوبی. آون چی؟ آون چیزی. اخیراً چند نفر از شهروندان عادی در منطقه بی ایریا از خانم بیتا دریاباری پرسیدن که آیا حمایت‌های مالی و معنوی ایشون از سازمان بدنام نایاک، لابی جمهوری اسلامی صحت داره یا خیر؟ خانم بیتا دریاباری و شوهرش شاهکار بینش‌پژوه به جای جواب دادن به سوالات ساده مردم که بر حقیقت استواره، از من و سام رجبی در دادگاه ثبت شکایت کردند. خب سوال فنی اینه. اگه سوال ساده است و شما 4 تا سوال ساده کردید، اصلا چرا دارید ویدیو میسازید؟ دایورت کنید دو در و دیوار. میگید آقا به خاطر 4 تا سوال آقا چیز پیچیده ای نیست. خواستم میگم لوری زمت و راخه با میخوره با اون بر. اسپانیایی و ایتالیایی حرف نمیزنه، داره فارسی سلیس صحبت میکنه. میگه ما 4 تا سوال ساده کردم شکایت کردم. خب بقیهش هدف ما همیشه خدمت به مردم بوده و به خاطر لطف و حمایت همیشگی شماست که ما تونستیم تا به امروز برای عدالت و حقیقت در جامعهمون بجنگیم. امروز یک بار دیگه به حمایت شما نیاز داریم. کمک‌های مالی سخاوتمندانه شما میتونه به ما کمک بکنه که در دادگاه از خودمون دفاع بکنیم. آقا 4 تا سوال ساده دفاع آنچنانی نمیخواد که میری اونجا میگه آقا 4 تا سوال ساده که این تموم شده رفت دیگه گدایی اینترنتی نداره که آدم یاد اون چیزای کمیته امداد میافته. همکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم. و خب اطمینان پیدا بکنیم هیچ کس توان ساکت کردن صدای ما و شما رو نداره. ما قدردان حمایت‌های همیشگی و بله گدایی اینترنتی خلاصه اومدن گذاشتن و بیش از $153,000 پول جمع کردن بابت این گدایی اینترنتیشون. حالا به هر حال کمک‌های مردمی بوده، اونایی هم که کمک کردن دوست داشتن، به من چه به بقیه چه. ولی من سوال دارم، شما که اینقدر پول مفت دارید و اینجوری کمک میکنید به این کمپینا و این افراد، آیا فکر کردید که چرا اینا نمیرن به مسیح النجات افراد دیگه گیر بدن؟ بعد این همه ما آدم بیچاره و فقیر تو ایران داریم، خب بردارید به اونا کمک بکنید. اونا فکر کنم واجد. حالا به هر حال دوست داشتید به اینا کمک کنید، به من چه ربطی داره؟ اما من خودم میگم آقا مگه نمیگید که کمک کردی؟ نه مسیح النجات مگه رفیق شما نیست آقای سام رجبی؟ من تو این ویدیو اعلام میکنم هر چقدر مسیح النجات بابت این کمپین و بابت این پول جمع کردن شما به شما پول کمک کرد، من 2 برابرش رو بهت کمک میکنم.
مستقیم هم میزنم به پیپالت، مثلا من حساب مستر همه چی دارم، هر چی مسیح النجات بهت داد 100,000 یورو بهت داد 200,000 یورو بهت میدم، 200,000 یورو بهت داد 500,000 یورو بهت میدم. تا الانی که شما کمپین زدی و بیش از 153,000 دلار جمع شده، یه سنتی یه دلاری مسیح النجات بهت کمک کرده یا نه؟ من اگه جای مسیح النجات بودم باید نفر اول تو اون تاپ های این افراد من می بودم. یعنی اگه رفیقت بودم، یعنی من بعد به جای این آقای کامران پارسا که 10,000 دلار بهت داده، من بعد به 10,000 دلار میدادم. میخوام به شما بگم که این قضایا بو میده. کمپین ها اینا، این باور کنید این کمپین هم این مسیح النجات یادش داده، یعنی این کمک‌ها رو هم باور کنید اون بهش یاد داده که انجام بده. وگرنه آقا خودش تو ویدیوش میگه بابت 4 سال ساده، 4 سال ساده ما رو میخوام ببرن دادگاه. آقا سال ساده که دادگاه نداره که، بعدش هم اگه دادگاه داره استرستون چیه؟ 150,000 دلار شما پول میخواید برای وکیل؟ به من با 250 کارتو در میارم. ما اینترپل که اینترپل بود 50 تا دادیم. فرانسه بود، ما آلمان بودیم، تو فرانسه دادگاهش برگزار میشد، رفتیم اونجا. اینترپل، حالا این که دیگه تو اون کشوره. میخوام به شما بگم که شما خواهشاً بازم تاکید میکنم بچه گم نشی این وسط. این سوال رو هم خواهشاً برو یقه مسیح النجات رو بگیر، کمپین ایجاد شرمساری اینا. تا راجع به شوهرش بپرس، آقا کامبیز، که آقا این رابطش با نگار مرتضوی و نایاکو اینا چی بوده. خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی هم نیستا. حالا تا فردا هر کاری دوست داشتی بکن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید، امیدوارم که موفق باشید و اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید. ممنون از شما.